انقلاب اسلامی ایران انقلاب غیر خونین بود، غیر خونین ترین انقلاب بوده. ببینید زمانه شروع حادثه و هیجان اجتماعی به پیروزی انقلاب زمانی نمیبره، 6-7 ماه نهایتاً 1 سال. باید یه انقلاب 5 سال 10 سال کشاکش سیاسی بین رهبران، آدم‌ها تو خیابون بیابون خلوت وجود داشته باشه. اما نشانه هاش بروز و ظهور پیدا کرده. بله زمان کم. این زمان کم یعنی توافق جمعی برای انقلاب غیرخونین. برای انقلاب غیرخونین. وقتی انقلاب غیرخونین هست پشتش هم آدماش غیرخونین میشن. شاهش اونقدر کشتار نمیکنه. شاهش قابل دفاع نیست. تو منطقش منطق چیزه، شاه خائنه، شاه فاسده. ولی وقتی میذاریش توی چیز بزرگ شما میذاریش میگه که نه یه انقلاب بزرگ خونین فلان همه توش بودم، بعد نه آقا همه فاسد نبودن که. یه دم نذاشتن خون ریزی بشه، یه دم جلوگیری کردن. دانشگاه رو یه استادای دانشگاه اجازه ندادن کشتار بشه، کلاساشون رو تعطیل کردن، رسای دانشگاه این کارو کردن، وزرای ببین اینا رو وقت شما اگه بخوای واقعیت رو بگی، این معنی که من گفتم اگر بپذیریم دردناک نیست. ولی وقتی میگی نه خونین بود، خونین نبود، نشون بدید خونین نبود. توجه بفرمایید. و به این دلیل اون وقت این کسانی که الان دارن ممیزی میکنن چون فرضشونه که انقلاب خونین همه فاسد بودن، بعد اون صورت دیگری از این زیست اجتماعی بازگو میشه، میگه نه او داره تقلب تاریخی میکنه، درسته که تقلب تاریخی نمیکنه.